چهارشنبه 1 مرداد بود که خبر دیدار رضا آقازاده وزیر اسبق نفت، سید محمد رضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی و مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی با میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در خبرگزاری ها منتشر شد. حالا مسیح مهاجری از جزئیات این دیدار پرده برداشته و درباره آن توضیحاتی ارائه داده است. این روایت در اکثر خبرگزاری ها منتشر شد و بازتاب های متفاوتی داشته است. مسیح مهاجری در متنی که 5 مرداد در روزنامه خود منتشر کرد نوشت: از حال جسمی مهندس موسوی پرسیدم. گفت خدا را شکر، غیر از پیری عارضه‌ای ندارم. در گفتگویی که به مدت حدود 2 ساعت داشتیم، این زوج صبور با آرامش، روحیه‌ای متوکل و ذهنی کاملا دقیق صحبت کردند و لحظه به لحظه خدا را شکر می کردند. آرام حرف می زدند ولی حساب شده و مسلط بر شرایط و واقعیت ها و اوضاع زمانه. احوال دوستان مشترک را پرسیدند و برای درگذشتگان طلب مغفرت و رحمت الهی کردند. به مناسبت شهادت سپهبد محمد باقری در جنگ تحمیلی 12 روزه، مهندس موسوی از او تمجید کرد و از برادر بزرگترش شهید غلام حسین باقری که در اولین سالهای فعالیت روزنامه جمهوری اسلامی خبرنگار این روزنامه تحت مدیریت آن زمان مهندس موسوی بود، خاطراتی نقل کرد، به ویژه از صحنه‌هایی که خودش در اتاق فرماندهی جنگ در جبهه دیده بود و از نبوغ غلام حسین باقری با جزئیات سخن گفت. تهاجم آمریکا و اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه را جنایاتی که مقتضای خوی آنهاست دانست و معتقد بود وحدت و انسجامی که در کشور به وجود آمده باید تقویت شود تا قدرت ایستادگی در برابر این دشمنان افزایش شود. بدون آنکه در صدد قضاوت باشم و بخواهم قاصر و مقصر و بی تقصیر معرفی کنم، لازم می‌دانم این اعتقاد قلبی خود را بگویم که بسیار حیف بود کشور سالها از خدمات انسانهای صاحب فکر، صاحب نظر و خدومی مانند میر حسین موسوی و مهدی کروبی محروم بماند. آنها می توانستند این بخش پربازده عمر خود را که در حصر سپری شد برای اطلاع کشور به کار بگیرند و با استفاده از اندوخته‌های خود به مردم خدمت کنند. اکنون نیز کشور به این سرمایه‌های فکری که گنجینه‌های از تجربیات ارزشمند هستند نیاز دارد و در شرایط خاص و استثنایی کنونی بهره بردن از اندوخته‌های آنان برای حل مشکلات کشور یک ضرورت است. مهندس میر حسین موسوی و خانم رهنورد را در این دیدار درست همانند سالهای قبل از وقایع 88 عاشق اسلام، عاشق مردم، عاشق ایران و عاشق امام خمینی یافتیم. در اتاق پذیرایی خانه بسیار قدیمی آنها که دیوارهایش پر از نقاشی‌های نوه‌هایشان بود، قاب عکسی از امام خمینی دیدیم که عکسی از شهید مظلوم آیت الله بهشتی در داخل آن قاب بود و به تعبیر خانم رهنورد گویی امام آقای بهشتی را در آغوش گرفته است. بیشترین پیامی که در این عکس به ما میداد این بود که پیوند نخست وزیر مورد علاقه امام با پیشوای بزرگ انقلاب اسلامی همچنان برقرار است و دچار هیچ خللی نشده است. دیدار ما صرفاً دوستانه بود. ادامه جلسات هفتگی که در دوران تصدی وزارت خارجه و نخست وزیری آقای موسوی با او داشتیم و در آن جلسات مرحومان دکتر جواد اژه‌ای و ابوالقاسم سرحدی زاده نیز در جمع ما بودند و مهندس موسوی یاد آن دو عزیز را هم گرامی داشت. ما هیچ پیامی از هیچ کس و هیچ جا برای او نداشتیم و غیر از احوالپرسی و سخنان دوستانه و یاد کردن گذشته مطلبی نگفتیم جز اینکه مایل هستیم جامعه از وجود او بهره‌مند باشد. او هم صحبت‌های دوستانه و یادآوری صداقت‌ها و صمیمیت‌های گذشته را بر مباحث سیاسی ترجیح داد و اصرار داشت به ما بگوید از شما چیزی نمی‌خواهیم، از دولت و حکومت هم چیزی نمی‌خواهیم،
از هیچ کس هیچ خواسته ای نداریم و تنها آرزویمان این است که سیاست‌ها طوری باشند که کشور به طرف ثبات، رشد و آرامش به پیش برود و سعادت مادی و معنوی مردم تأمین شود تا طمع تجاوز به ایران به ذهن دشمنان نرسد و این آرزوی ناممکنی نیست. او در زمان نخست وزیریش هم که همزمان با دفاع مقدس 8 ساله بود توانست همین کار را انجام دهد. روزنامه جمهوری اسلامی یکشنبه 5 مرداد 1404 مسیح مهاجری. اما این دیدار واکنش‌های متفاوتی از سوی جناح‌های مختلف و فعالین سیاسی داشت. رسانه‌های رویداد 24 و دنیای اقتصاد در واکنش به این اتفاق این دیدار را نشانه‌ای از کاهش محدودیت‌ها و آغاز نرمش سیاسی در سطح حزب دانستند. آنها این اتفاق را یک تغییر فضای سیاسی در جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات یا دوران پسا خاتمی دونستند. همچنین اشاره کردند این دیدارها نشانه‌ای از تمایل به کاستن از فضای تقابل شدید با چهره‌های معترض است. خبرگزاری تصنیم این دیدار را طرحی هدفمند برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و احیای موسوی دانستند. تصنیم ادعا کرد که موسوی همچنان بر مواضع گذشته خود پافشاری می‌کند و این دیدار به نتیجه خاصی نرسیده است. تصنیم ادامه داد دیدار کنندگان سعی داشتند به موسوی تفهیم کنند که خط فکری فعلیش مثل تشکیل مجلس مؤسسان از حمایت مردمی برخوردار نیست. پایگاه رسا و جوان آنلاین نیز در واکنش به این اتفاق نوشتند این دیدار فرصتی آخر برای موسوی است. یا باید از گذشته تبری جوید یا مسیر تقابل با نظام را ادامه دهد که تبعات آن به شدت سنگین‌تر خواهد شد. هم مسیر شدن دوباره با جریان‌های غربگرا یا سلطنت طلب یعنی از دست رفتن آخرین فرصت. برخی نویسندگان اصولگرا نیز نوشتند این دیدار باید به عنوان آزمایش وفاداری سیاسی موسوی طلب می شود. آنها هشدار دادند که اگر موسوی از این فرصت استفاده نکند، حذف نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه تشدید هم می شود. به صورت خلاصه، اصلاح طلبان این اتفاق را نشانه‌ای از گشایش سیاسی دونستند. اصولگرایان هشدار دادند که موسوی باید از مواضعش عقب نشینی کند و رسانه‌های مستقل داخلی نیز این دیدار را انسانی، مؤدبانه اما سیاسی دونستند. از طرفی دیگر اپوزیسیون خارج از کشور نیز این دیدار را بدون دستاورد و بدون تغییر در وضعیت موسوی قلمداد کردند. نظر شما درباره این اتفاق چی بود؟ حتما نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت با ما در میون بذارید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک و کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین اخبار ایران قرار بگیرید.